امروز واقعا از ته دل خوشحالیم و خیلی باش خوشحالی و شادمانی پیش دور بینم دو. مفهمین؟ ما بعد از مدت‌های خیلی طولانی دوباره امید در وجودم سبز شده. بعد از حسرت‌های خیلی زیاد دوباره یک انگیزه گرفتم. انگیزه یک یعنی به اصطلاح بلده آینده خو بلده حال خو مصمم شدم و این حضور تک تک شما عزیزایی که در کنار مستاد شد. ما امروز فقط 3 نفر باقی مونده که 1000 شد و از این بابت واقعا خیلی خوشحالم، واقعا خیلی هیجان دارم و انتظار لحظه ایر دارم که 1000 نفری شه و این به عنوان یک خانواده کنار هم دیگه باشیم، به عنوان یک رفیق کنار هم دیگه باشیم، به عنوان یک معلم کنار هم دیگه باشیم و دوست دارم از تجربه هایی که دارین، از گذشته و از سختی هایی که کشیدین، از چیزایی که باعث شده یک درس باشه و باعث شده باشه که رشد کرده باشین میخوایم بشنوم واقعیتش. چون ما وقتی یک انسان سختی میبینه فکر میکنه که امون سختی خودش خیلی کلان از دیگران نمیبینه، ولی وقتی در درد دل یک نفر دیگه گوش میدی میبینی که نه، هر انسان به اندازه خود خو درد خو کشیده و هر انسان به اندازه خود خو حسرت های از گذشته دار. وقتی با هم دیگه قصه کنیم، وقتی با هم دیگه رفیقانه و دوستانه پیش بریم، واقعیتش خیلی قشنگ میشه. هم شما احساس صمیمیت من همراه از من و هم من انگیزه میگیرم که خوبتر با انگیزه تر پیش برم و خیلی با خوشحالی با این پیش دور بین. یعنی واقعا از تک تکشم تشکر از اینکه بودین، انگیزه شدین بخشم، باعث شدین که از زندان گذشته من آزاد شم. من در زندان خیلی کلانی از حسرت ها در گذشته گیر کرده بود. حسرت از اینکه کاش که فلان تصمیم را نمی گرفتم، کاش که ده هر فلان کس گوش می دادم، کاش که خیلی از حسرت هایی که کاش که درس ترک نمی کردم، کاش که دست از خواسته های بر نمی داشتم، هزاران کاش 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 پشت سر هم قطار شده بودن و مر از پای در آوردم. یک زندانی کاملا زنجیری در گذشته گیر کرده بودم و اینمی باعث شده بود که نمیتونستم بلده امروز خود فکر کنم، نمیتونستم بلده آینده فکر کنم. همیشه وقتی با خودم میشستم میگفتم خدایا اگه اینی کار نمیکردم امروز ما در فلانی جای بودم، اگه ما او کار انجام نمیدادم، او تصمیم رو نمیگرفتم، امروز در جای بهتر بودم. ولی وقتی شما رو در کنار خود دیدم، وقتی دیدم که کم کم در حال رشد کردنیم، شیشتم دقت خود فکر کردم، گفتم خواه گذشته که رفت تمام شد دیگه. تو اگه بخوای حسرت گذشته در دل خود بگذاری، اگه بخوای بلده کارهای که انجام ندیده و کارهایی که اشتباه انجام دیده بازم بشینی حسرت بخوری، امروز و سبایت هم مره. فردا مجبور بشی حسرت امروز بخوری و پس فردا مجبور حسرت فردا بخوری. همینطور به ترتیب یک روز که تیر شد ما سباش حسرت از رو بخوریم، همین به ترتیب حسرت خورده برو. و مو خاطر این با خوشحالی خیلی زیاد شما باعث شدین، این واقعا دیگه از حق نگذاریم، شما باعث شدین که ما امی حسرت ها را از خود دور کنم و بیشتر کوشش کنم بیشتر کوشش کنم ویدیو بسازم. گرچه ویدیوهای از ما او قدر با محتویات بالا نیسته، ولی بعضی چیزای هستن از تجربه های خودم بالشته، از چیزایی که از ته دل خود میگم و دوستانه میگم. نیه که ما به عنوان یک روانشناس بایم بگم او این کار را کنه خوبه، این کار را کنه درسته، این کار را کنه موفق میشی. نه، فقط میگیم که اینی کار را انجام ندید. چرا؟ چون خودم انجام دیدم درست نبود. میخوایم در شما بگیم که گذشته را یک زندان بلدیخ جور نکن و خود یک زندانی زنجیری در گذشته بسته نکن. زمانی که ما خود از گذشته خلاص منیم، زمانی که ما از گذشته خود یک درس میگیریم، یعنی گذشته را به عنوان یک معلم قبول منیم، این همه چیز در حال تغییر کردن، این همه چیز تغییر منه. او زمانی که ما نقطه قوت خود میبینیم، قدرت های خود میبینیم، موفقیت های خود میبینیم، خنده های خود میبینیم، خوشحالی های خود میبینیم، عزیزای را حتی میبینیم. زمانی که ما غرق در گذشته باشیم، در درد و رنج گذشته باشیم، دیگه حتی از عزیزای هم دور میشیم، خیلی دور، که حتی نمیبینیم که کی چی دردی داره، کی چی خوشحالی داره. وقتی ما از گذشته رها میشیم، در واقع وقتی که ما معنای زندگی رو مفهمیم، معنای شادی رو مفهمیم، معنای خوشبختی رو مفهمیم، معنای توانایی داشتن رو مفهمیم. ما واقعا امروز وقتی که در گذشته نگاه کردم، اما قدر اشتباهایی که در گذشته کردم، اما قدر تصمیمای درست هم در گذشته گرفته بودم. اما مثلا اشتباه سال چند سالی که ما اشتباه پیش رفتم،
در عوضش خیلی چیزا از اونجا یاد گرفتم. اگه قبلا یک دختر خامی بودم که در مقابل خیلی از مشکلات از پادر میمادم، امروز دیگه آدم نیستم. خیلی از مشکلات ها رو میتونم به راحتی حل و هضم کنم و راه خود را بلده آینده باز کنم. این واقعا ما امی پختگی که ما امروز رسیدم و بیتونم خود رو نجات بدیم، مدیون امزو گذشته پر از اشکال و اشتباهی و اونا به عنوان یک معلم بخشه، معلمی که ازش خیلی چیزا یاد گرفتم. ازش وقتی یک تصمیم رو میگیریم باید فکر کنیم درباره‌اش. وقتی یک کار رو اشتباه کردیم دیگه اون کار رو اشتباه نکنیم و این مسیر آینده‌ام رو روشن‌تر کرد. از این بابت اینی واقعیتش زنجیرایی که در گذشته ما رو وصل کرده بود باز کردم، رها کردم، گذشته را آزاد کردم و از راه خود چرید. بذار بر هر جای دوست داره گذشتیم بل بر. من میچسبم در امروز و آینده خو و در جای از اینکه بشیم در شکست های گذشته فکر کنم، در موفقیت های آینده فکر کنم. در جای از اینکه بشیم مثلا در جاهایی که من عزت نفس در صفر رسیده بود، در جاهایی فکر کنم که با عزت نفس خیلی بالایی بلده آینده تلاش منم. و زمانی که ما بدون هیچ اعتماد به نفسی شکست را قبول کرده بودم و امروز از او بابت خوشحالیم که امنا باعث شد که ما با اعتماد به نفس دوباره از جای بلند شوم، از زمینی که خوردم بلند شوم، از شکستی که خوردم بلند شوم. هر انسان در هر جای دنیا، هر آدم موفقی را که ببینیم بارها و بارها و بارها بارها شکست مخوره تا در موفقیت برسه و انسانای در موفقیت میرسه که بعد از شکست بتونه بلند شد. این مهمه. شکست هر انسان در زندگی خود داره، اما بلند شدن بعد از او یک سرنوشت آدم رو تغییر میده. اگر مثلا شکست خورده بیشی سر جای خو، یعنی دیگه ما آدم شکست خورده و سالها باید با شکست خوردگی پیش بری و هیچ چیز دیگه عوض نمیشه. اما اگر شکست خوردی افتادی زمین، محکمتر بلند شد. این انگیزشی نیست، این قانون طبیعته. جنگیدی، مبارزه کردی، میرسی. نه جنگیدی، ممنی دمو جایی که بودی و شاید هم خیلی عقب‌تر است. بخاطر که روز در روز تکنولوژی رشد منه، روز در روز علم پیشرفت منه، روز در روز آدما فهمیده تر میشه. اگه ما شکست بخوریم دیگه دوباره بلند نشویم، یعنی گیر کردیم دمو گذشته پر از خم و پیچ ها، گذشته پر از مشکلات، گذشته پر از شکست و همونجا گیر مانده. بلده آینده خیش تلاش نمون. آزادی از زمانی شروع میشه که ما گذشته خود را بپذیریم. آزادی از زمانی شروع میشه که ما گذشته را با کمال میل بپذیریم، با اشتباهاتشی، با کم و کاسته هاشی، با موفقیتاشی، با تمام انسانایی که در اون چه وجود داشته، با تمام انسانایی که باعث شده تو پس رفت کنی به جای پیش رفت و تمام انسانایی که روز تو رو سرزنش کرده، روزی به تو توهین کرده، روزی تو رو خورد کرده، اعتماد به نفس از تو گرفته. با تمام موضوع آدماش باید بپذیریم و بلده آینده تلاش کنیم.